بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستای گل مستر کنکوری، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یک مبحث جدید از حل مسائل شیمی به نام درصد خلوص و پی پی ام. حالا یکی میپرسه پی پی ام چرا؟ پی پی ام که تو غلظته. آره تو غلظته، منم میدونم تو غلظته، ولی پی پی ام و درصد جرمی که تو غلظت هستن حل مسائلشون با درصد خلوص عین همه، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن. حالا میریم جلوتر خواهیم دید. بریم سراغ اولین سوال تا بهتون بگم باید با درصد خلوص چجوری برخورد کنیم. میگه از تجزیه کامل 56 ممیز 75 گرم نیتروگلیسرین 80% خالص چند مول گاز در شرایط عمل آزاد میشود؟ خب چیکار باید بکنیم؟ بریم ببینیم کدوم ماده درگیرن. نیتروگلیسرین درگیره و تعداد مول گازی. خب میبینیم همه فرآوردهای ما گازی شکلن، یعنی میتونم بگم نیتروگلیسرین رو من به طور اختصار NG مینویسم. یعنی هم نیتروگلیسرین، چون ترکیبش یه ذره گنده مونده هستش من فقط به صورت خلاصه می‌نویسم. 4 تا نیتروگلیسرین در ارتباط با 29 مول گاز. 29 مول گاز. خب 29 مول گاز بریم چیکار کنیم؟ گرم یا جرم نیتروگلیسرین 80% خالص آورده، پس ضریب ضرب در جرم مولیش میاد. جرم مولیش چنده؟ جرم مولیش رو باید محاسبه کنیم و می‌بینیم ترکیبش یه ذره گنده است، محاسباتش سخته. ما میتونیم به صورت خیلی راحت بیایم مثلا بگیم 3 تا 12 تا 5 تا یک دونه 3 تا نیتروژن 3 تا 9 تا هم اکسیژن و بعد محاسبه کنیم و به دست بیاریم. ولی من یه راه میخوام بهتون بگم که یک ذره محاسبات جرم مولی ها ساده تر بشه واسهتون. یه مثال ساده بزنیم، مثلا 36 H12 O6 گلوکوز. خب برای محاسبه جرمی ما میتونیم یه کار کنیم، بیایم از یه عدد فاکتور بگیریم. از چی؟ از 6. از 6 من فاکتور میگیرم. خیلی خوب، 6 فاکتور بگیرم 3 میمونه، از این H2 میمونه و از این یه O میمونه. اینو حساب کن، 12 به اضافه 2 به اضافه 16 با هم میشن 30. 6 3 تا 18 تا 180 میشه جرم مولی اکسیژن. خب این یه مثال خیلی ساده بود، همه‌تون هم جرم مولی اکسیژن، جرم مولی گلوکوز رو بلدید. ولی الان نیتروگلیسرین رو می‌خوایم حساب کنیم. نیتروگلیسرین ترکیب گنده‌ای هستش و محاسبهش یه ذره سخته. C3H5 NO3 3 مرتبه. C3H5 NO3 3 مرتبه. حالا اینجا از یه عدد فاکتور بگیریم. وقتی میگیم فاکتور بگیر، یه نگاه میندازیم میبینیم از هیچ کدومش نمیشه فاکتور گرفت. این 5 این 3 چه وجه مشترکی دارن که من بخوام فاکتور بگیرم؟ ولی ما میتونیم یه کاری کنیم. اینجا هیدروژن هست، هیدروژن رو به جای 5 بکن 6. حالا میگم چرا. در نهایت یک دونه هیدروژن کم میکنیم. حالا فاکتور بگیر. حالا میشه از 3 فاکتور گرفت. 3 رو فاکتور میگیرم، یه C میمونه، H2 میمونه، NO3 و میمونه NO3. حالا اینو حساب کن. NO3 62 هستش به اضافه 14 تا، درسته، به اضافه 14 تا میشه 76 تا، ضرب در 3 میشه 228 تا. یه دونه هیدروژن قرار بود کم کنیم، اینم کم میکنیم میشه 227 تا. به همین سادگی. حالا بریم تو محاسبات ببینیم چیکار کنیم. 4 ضرب در 227. دیدید چطور راحت من تونستم یه عدد رو تغییر بدم و ازش فاکتور بگیرم و جرم مولی های ترکیب گنده مثل نیتروگلیسرین یا حتی گلیسرین رو محاسبه کنم. خیلی خوب. بعد گفته چند گرم؟ 56 ممیز 75. 56 ممیز 75 با به صورت کسری بنویسیم، ولی خب من اینجا چون جا نبود به صورت اعشار نوشتم، ولی تو محاسبه به صورت کسری میارم. این 80% خالص بمونه. گفته چند مول گاز در شرایط عمل آزاد میشه. خب ضریب میاد پایین چون مول خاصه کلا و x گفته چند مول. نگاه کنید چیزی که توی واکنش شرکت میکنه میزان خالص مواده، یعنی ناخالصی‌ها توی واکنش در عمل شرکت نمیکنن.
خیلی خب 80% من کجا می‌نویسم؟ نکن گفته 80% این 56 / 75 میاد شرکت میکنه. 80% این 56 / 75. دیدی چیکار کردم؟ درصد خلوص رو جلوی ماده ضرب کردم تا اون مقدار میزان خالصش وارد واکنش بشه. با این کار میتونیم درصد خلوص رو وارد واکنش بکنیم. حالا عبارت‌های روبرو در هم ضرب کنیم. 4 ضرب در 227. من هفتشو درست بنویسم. 227 ضرب در x مساوی است با 29 ضرب در 56 75 صدم ضرب در 8 هم. خیلی خوب، به یه عددی برخوردیم که آخرش 5. قبلا هم تو محاسبات دیدید عددی که آخرش 5 رو چیکار میکنیم؟ اگه زوج پلوش بود زوج رو نصف میکنیم، اون عددی که آخرش 5 2 برابر میکنیم. اگه نبود براش زوج میسازیم. چطور؟ یه ضرب در دو در دو طرف معادله میشه یه زوج ساختن واسش. خیلی خب، الان زوج داریم. 8 رو نصف کن میشه 4. 56 75 رو 2 برابر کن میشه 11350. میشه 1000، ببخشید میشه درسته دیگه 11350. یه صفر رو با این صفر بزن. دوباره به یه عددی که آخرش 5 برخورد کنیم. دوباره 4 رو نصف کن 1125 رو 2207. صفر رو با این صفر بزن. 227 به دست اومد. این 227 رو با این 227 ساده کن. خیلی خوب. حالا 2 رو هم با این 4 ساده کن، یه 2 بمونه. 2x ما شده 29 دهم. 2 رو نصف کن x میشه 14 و نیم. به خاطر 10 یه اشار بیایم ورتر 1/45. تو کدوم گزینه دیده میشه؟ گزینه سوم. به همین راحتی. بریم سراغ سوال بعدی. میگه در واکنش ترمی. نکنید ترمی یکی از واکنش‌هاییه که تو کتاب بهش اشاره شده و ما باید حفظ باشیم. حتی اگه واکنش شیمیایی رو تو مسئله به ما نداده باشن ما باید این واکنش رو بلد باشیم. خودتونم که بلدید دیگه. با موازنش یه 2 اینجا میخواد، یه 2 هم اینجا. به همین سادگی هم موازنه میشه. اگر 20 گرم آهن 3 اکسید با خلوص 80% مصرف شود چند گرم فراورده مذاب تولید میشه؟ نکن Fe2O3 یعنی آهن 3 اکسید در اینجا وارد مد نظرمونه با آهن مذاب. پس Fe2O3 در ارتباط با 2 تا Fe. خیلی خوب، بریم مسئله رو حل کنیم. چی گفته؟ گفته در واکنش ترمی اگر 20 گرم آهن آورده، پس ضریب ضرب در جرم مولی میاد پایین. جرم مولیش میشه 56 2 تا 56 تا به اضافه 48 تا. این میشه 112 تا با 48 تا 150 160. Fe2O3 جرم مولیش 160 هستش، درسته؟ بله 160. گفته 20 گرم آهن 80% خالص. ناکن درصد خلوص رو من جلوی ماده ضرب میکنم. گفته با چند گرم فراورده مذاب؟ 2 ضرب در 56 x گرم فراورده مذاب. حالا بریم حلش کنیم. x رو ضرب در 160 کن 160 x. 2 ضرب 20 2 ضرب در 8 هم کن، این 80% هم. 20 رو ضرب در 80% و ضرب در 2 ضرب در 56 کن مساوی است کن 2 ضرب در 56 ضرب در 20 ضرب در 8 دهم. خیلی خوب، حالا محاسبه کنید. 160 20 80 160 با این مهر. چیزی که برای ما میمونه x مساوی است با 112 دهم که میشه 11/2. تو کدوم گزینه دیده میشه؟ گزینه دوم. بریم سراغ سوال بعدی. میگه برای تهیه 14/2 گرم گاز کلور طبق واکنش زیر چند گرم منگنز 4 اکسید 90% خالص لازم است؟
پس چی؟ منگنز 4 اکسید واکنش خودش موازنه هستش. منگنز 4 اکسید اینجا درگیره با Cl2 گاز کلور. خیلی خوب اینو بنویسیم MnO2 با Cl2 در ارتباط. گفته برای تهیه 14.2 گرم گاز کلور. خیلی خوب گاز کلور گرمش اومده، ضریب ضرب در جرم مولی، 1 ضرب در جرم مولیش که 1 هستش 71 هستش، 14.142 دهم جرمی که به ما داده. گفته برای تولید این مقدار گاز کلور واکنش زیر چند گرم منگنز 4 اکسید گرم منگنز 4 اکسید بس ضریب ضرب در جرم مولیش میاد پایین. جرم مولیشو به ما نداده، جرم مولی منگنز اکسید رو باید به ما میداد که متاسفانه نداده. این جزء اشتباهات سواله، ولی خب ما خودمون میدونیم منگنز 4 اکسید چند میشه. منگنز 2 اکسید 87 هستش جرم مولیش MnO2. چی نوشتم؟ حالا 87 جرم مولیش مثل ضریب ضرب در جرم مولیش میاد. ضریبش که 1 هستش ضرب در 87. خیلی خب گفته چند گرم منگنز 4 اکسید 90% خالص لازمه. X گرم لازمه که 90%ش خالصه. متوجه شدید چیکار کردم؟ درصد خلوص رو جلوی ماده ضرب کردم. خیلی خب حالا بریم حلش کنیم. اینجا و اینجا X ضرب در 9 دهم ضرب در 71 مساوی است با 142 دهم ضرب در 87. خیلی خوب 10 با 10 خالی ساده میشه. 71 با 142 مرتبه 87 تقسیم بر 9 87 تقسیم بر به 3 مرتبه به 3 29 مرتبه. خیلی خوب حالا میتونیم بگیم 2 تا 9 2 تا 29 تا تقسیم بر 3 2 ضرب در x مساوی است با 2 ضرب در 29 تقسیم بر 3 تقسیم بر 3 ببخشید. نگاه کنید اگر این c بود c من تقریب بزنم اگر این c بود، چون نگاه کنید ما زمانی میایم تقریب میزنیم که فاصله بین گزینه هامون زیاده. الان نگاه کنید این 19 است این 8 این 16 است این 38 فاصله بین گزینه هامون زیاده. زمانی میایم تقریب میزنیم که فاصله بین گزینه‌ها زیاده و عددی که به دست میاریم خیلی نباید تقریبش با اون چیزی که در واقعیت هست خیلی فاصله داشته باشه. مثلا نکن من 29 میام 30 در نظر میگیرم 30 به 10 مرتبه 2 تا 20 تقریبا عددی که به دست میاد باید 20 بشه. کجا این گزینه؟ تو کدوم گزینه رو میبینید؟ گزینه اول 19.33 تقریبا 20. این یه ذره کم بودنش از 20 به خاطر این تقریبه که من 29 رو به 30 تبدیل کردم، یعنی یه ذره زیادش کردم و عددی که به دست میاد باید یه ذره از 20 کمتر باشه. بریم سراغ سوال 4. میگه اگر در واکنش 5.5 گرم از یک نمونه سدیم کربنات در اینجا اول واکنش موازنه کنیم، یه ضریب 1 به این بدیم، یه 2 اینجا میخوایم. کلسیم یک دونه کربن اینجا داریم، یک دونه کربن باید اینجا داشته باشیم، پس یه ضریب 1 به این میدیم. یک دونه کلسیم اینجا داریم، یک دونه هم کلسیم باید اینجا داشته باشیم، یه ضریب 1 هم اینجا، یعنی NaCl فقط یه ضریب 2 میگیره و واکنش خودش موازنه میشه. نمونه از سدیم کربنات با مقدار کافی کلسیم کلورید خب مقدار 5 گرم کلسیم کربنات تشکیل میشه. درصد خلوص سدیم کربنات کدام است؟ یعنی این با کلسیم کربنات درگیره، این با این. خب Na2CO3 یا سدیم کربنات گرمش اومده پایین وارد مسئله شده، پس باید ضریب ضرب در جرم مولیش بریم. 60 به اضافه 2 تا 23 تا 46 تا 106 ضریب ضرب در 106 جرم مولی سدیم کربنات هستش. خب چند گرم آورده پایین؟ 5.5 گرم.
خیلی خوب. با چی در مورد کلسیم کربنات درگیره؟ من اینا رو پاک کنم. کلسیم کربنات درگیره. کلسیم کربنات جرمولیش چنده؟ 60 به اضافه 100. گفته چند گرم؟ گفته مقدار 5 گرم کلسیم کربنات تشکیل می شود. 5 گرم. گفته درصد خلوص سدیم کربنات چند بوده؟ نکن درصد خلوص اینجا میخوایم. نکنید چرا من به صورت x صدم نوشتم؟ تا مستقیما عدد درصد به من بده. نکن اصلا این 90 باشه، مثلا دارم میگم اگه این 90 باشه میشه 90% یا 9 دهم، ولی اگه من x خالی به دست بیارم x هم 9 دهم به دست میاد که اینو دوباره باید با ضرب در 100 کنم تا 90% رو به من بده. ولی اگه به صورت x صدم بنویسم مستقیما درصد به من میده. جوابی که به من میده مستقیما خود درصد هستش. خیلی خوب، حالا بریم حل کنیم. عبارتهای روبرو رو در هم ضرب کنیم. 5 ضرب در 106 5 ضرب در 106 5 ضرب در 106 مساوی است با 5 و نیم 5 و نیم ضرب در x صدم ضرب در 100. اینجا هم یه صفر ملاحظه کنیم. خیلی خوب، حالا محاسبه کنیم. 5 و نیم رو به صورت باید 55 کسری بنویسیم. این جزء قرارای ما بود. 55 دهم. 5 با 55 ساده میشه 11 مرتبه. 100 هم با 100 ساده میشه. 106 x 111 دهم x شده 106. پس 10 ضرب در 106 شده تقسیم بر 11 شده x. حالا باید محاسبه کنیم آقا این x میشه چند درصد. نکنید یه راه خیلی ساده وجود داره، اینکه نمیتونیم اینجا تقریب بزنیم چون نکنید اعداد خیلی به هم نزدیکن و نمیشه تقریب زد. میتونیم حساب کنیم دیگه. 106 رو تقسیم بر 11 کن. 106 رو تقسیم بر 11 کن. یه صفر بده. 106 میدونیم که اولش 9. یه 9 میگیریم میشه 99. 106 تا 99 تا کم کن 7 تا میمونه. یه صفر میاد جلوش، یه 6 میاد. 96 کدوم گزینه 96 فقط گزینه 4. دیگه ادامهش مهم نیست. همین که فهمیدیم 96 همین که متوجه شدیم 96 دیگه ادامهش نمیخواد حل کنیم. 96 فقط یک گزینه فقط تو یک گزینه 96 داریم. بریم سراغ سوال بعدی. میگه برای تهیه 14.2 گرم گاز کلور ناخالص با درصد خلوص 81% چند گرم منگنز 4 اکسید ناخالص با درصد خلوص 90% لازم داریم؟ یه 2 اینجا میخوایم برای موازنه واکنش. فکر کنم بقیه‌اش دیگه موازنه باشه. نه اشتباه کردیم. یه 4 اینجا میخوایم، یه 2 اینجا میخوایم. بله اکسیژن الان 2 تا داریم، هیدروژن 4 تا داریم، اینورم 4 تا داریم، سی ال هم 4 تا، منگنز هم 1. واکنش موازنه شد. حالا گاز کلور برای تهیه گاز کلور 14 گرم گاز کلور درگیره با درصد خلوص 81 و منگنز 4 اکسید درگیره. بریم حلش کنیم. گفته برای تهیه 14.2 گرم گاز کلور گرمش اومده، جرمش اومده، پس ضریب ضرب در جرم مولی میاد پایین. 1 ضرب در 71. گفته چند برای تهیه 14.2 گرم 14.2 گرم چند درصد خالصه؟ 81% خالصه. 81% قشنگ قرار میدیم. بعد گفته منگنه برای چند گرم منگنز 4 اکسید گرم منگنز اکسید اومده ضریب ضرب در جرم مولی 87 بود دیگه. منگنز 87. خیلی خوب. چند گرم x گرم چند درصد خالص؟ 90% خالص. خیلی خوب. 9 دهم ببخشید من 9 حالا 90% فرق نداره 90%. خیلی حالا عبارت‌های روبرو با هم ضرب کنیم. عبارت‌های روبرو در هم ضرب کنیم.
این در این در این در این 87 ضرب در 142 دهم. گفتیم عبارت اعشاری رو به صورت کسر می نویسیم که 142 دهم ضرب در 81 صدم مساوی است با 71 ضرب در x ضرب در 9 دهم. 9 دهم. خیلی خب، حالا بریم محاسبه کنیم. اگه یه نگاهی بندازید به گزینه‌ها می‌بینید که فاصلهش خوبه و میتونیم تقریب بزنیم، ولی خب اول بریم محاسبات انجام بدیم، بعد سراغ تقریب هم میریم. 81 با 9 ساده میشه، یه 9 میمونه. 71 با 142 ساده میشه، یه 2 میمونه. یه 10 با این 10 ساده میشه. فکر کنم اصلا نیازی هم به تقریب نیست. میشه 18 ضرب در 87 تقسیم بر 100. اصلا به تقریب هم نیاز نداشتیم. 8 7 56 تا. کدومش آخرش 6ه؟ دو تا گزینه داریم. این خط میخوره، اینم خط میخوره. اگه این تقریبا 90 بود، 90 بود. اینم تقریبا 20 بود. 2 9 تا 18 تقریبا باید دور برای 18 می بود. ما دو تا گزینه داریم. این از 18 خیلی فاصله داره، ولی این به 18 نزدیکه. تازه ما چون عبارت ها رو هم 18 رو زیاد کردیم، هم 87 رو زیاد کردیم، عددی که با ما به دست میاد یه ذره گنده تر از اون عدد واقعیه. خب گزینه 1 میشه جواب این سوال. بریم سراغ سوال 8. ببخشید سوال 6. میگه از واکنش 43.5 گرم منگنز 4 اکسید ناخالص با مقدار کافی هیدروکلوریک اسید 28 ممیز 4 گرم گاز کلور تولید شده است. با فرض کامل بودن واکنش خلوص منگنز 4 اکسید چند درصد است؟ دوباره منگنز 4 اکسید درگیره با گاز کلور. درسته، واکنش خودش موازنه هستش. از واکنش چند گرم 43.5 گرم منگنز 4 ضریب ضرب در جرم مولی. دیگه همه رو خودتون بلدید. ضریب ضرب در جرم مولی با مقدار کافی هیدروکلوریک اسید 43.5 گرم گفته. 43.5 گرم با مقدار کافی هیدروکلوریک اسید که هیچی 28 ممیز 4 گرم گاز کلور تولید شده. گاز کلور ضریب ضرب در جرم مولی. خیلی خوب، 28 ممیز 4 گرم گاز کلور. گفته درصد خلوص منگنز 4 اکسید، درصد خلوص منگنز 4 اکسید چنده؟ خیلی خوب، بریم سراغ حلش. عبارتهای روبرو در هم ضرب میکنیم. 28 و 4 یا 284 دهم ضرب داره 87 مساوی است با 71 ضرب داره 435 دهم ضرب داره x صدم. اینجا به عبارتی خوردیم که آخرش 5 ولی ما زوج نداریم، براش زوج میسازیم. یه ضرب در 2 این ور، یه ضرب در 2 این ور. 435 ضرب در 2 میشه 870. یه صفرشو با این صفر میداریم، این دو خط خورد، 435 دو برابر شد. 87 و 87 خط میزنیم. 284 4 برابر 71 هستش. x میشه 8 یه دهم 1 صفر صدم با 10 خط میخوره، میشه 80 مساوی است با x. این دهه میاد این دو این 8 ضرب میشه، این دو این 4 8 ضرب میشه x میمونه 80. درصد خلوص ما 80 شد. گزینه دوم به همین سادگی. بریم سراغ سوال 7. میگه در واکنش های زیر جرم های یکسانی از N2 و O2 ناخالص مصرف و جرم های یکسانی از فرآورده ها تولید می شود. درصد خلوص O2 حدوداً چند برابر درصد خلوص N2 است؟ این سوال یه ذره سخته ولی میشه حلش کرد. نگاه کنید، گفته در جرم های یکسانی از N2 و O2. من به جای جرم یکسان A در نظر میگیرم، یعنی A هم جرم اینه هم جرم اون. من میگم یه بار دیگه واکنش رو بنویسم. N2 به اضافه 3 تا H2 میدهد 2 تا NH3.
ضریب ضرب در جرم عمومیش میاد پایین. N2 دیگه جرم های یکسانی گفته. ضریب ضرب در جرم عمومیش میاد پایین. جرم عمومیش 28 ضریبش هم که 1 هستش. آ ضرب در x1 درصد، چون ناخالص گفته دیگه میخوایم درصد خلوصش رو به دست بیاریم. x درصد چند گرم گفته جرم یکسانی از فراورده تولید میشه. جرم یکسان فراورده رو هم من m در نظر میگیرم، یعنی 2 ضرب در جرم فراورده 2 ضرب در 17 m گرم هم اینجا ما فراورده داریم. حالا بریم سراغ واکنش بعدی. 2 تا H2 به اضافه O2 میدهد 2 تا H2O. خب گفته O2 اینجا درگیره. O2 درگیره با H2O. جرم O2 2 ضرب در 16 میشه 32. ضریب ضرب در جرم عمومی A گرم ضرب در Y درصد. این A هستش. A ضرب در Y درصد خلوصشه. جرم یکسانی هم فراورده تولید شده. 2 ضرب در 18 و M گرم هم فراورده تولید شده. حالا میخواد درصد خلوص O2 حدوداً چند برابر N2 هستش. Y درصد میگفته Y چند برابر X هستش. بریم محاسبه کنیم. نکنید ما میتونیم کلا این عبارت رو تقسیم بر این عبارت کنیم. A با A خط میخوره، 100 هم با 100 خط میخوره، میشه Y تقسیم بر X1. خیلی خب ما میتونیم این عبارت رو هم از ضرب این تقسیم بر این و این عبارت رو هم از ضرب این تقسیم بر این به دست بیاریم. خیلی خب بریم حساب کنیم. این گوشه حساب کنیم. پس در نهایت میشه Y به روی X مساوی است با خط کسری M ضرب در 32. Y میشه M ضرب در 32 تقسیم بر 36. M ضرب در 32 تقسیم بر 36 و X هم میشه M ضرب در 28. M ضرب در 28 تقسیم بر 34. خیلی خوب. M با M ساده میشه به 4 8 مرتبه، به 4 7 مرتبه، به 2 17 مرتبه، به 2 18 مرتبه. اگه تقریبا دارم میگم تقریبا این 17 با 18 خط بزنیم میشه 8 هفتم، یا اصلا نمیخواد خط بزنیم میتونیم بگیم 8 ضرب در 17 8 ضرب در 17 به روی 7 ضرب در 18 7 ضرب در 18. محاسبه کنیم. 8 7 تا 56 تا با 80 تا 132 تا، ببخشید 136 تا. 80 تا و 56 تا 136 تا به روی 70 تا و 56 تا 126 تا. نکنید 136 به روی 126 یه ذره باید از یک بیشتر باشه، پس گزینه‌هایی که از یک کمترن خط میزنیم. گزینه 1 و 2 خط خورد، ولی نکنید گزینه 3 1 و 2 دهمه، یعنی به اندازه 2 دهم تقریبا 3 دهمه دیگه، 26 صدمه. به اندازه 26 صدم 136 از 126 بیشتر نیست. به صورت خیلی دقیق میتونیم بگیم آقا گزینه 4 جواب این تسته. متوجه شدید چیکار کردم؟ گفتم 136 بری 126 خیلی نیست، خیلی بیشتره، یعنی به اندازه 2 دهم بیشتر نیست، پس همون 1/800. خب رسیدیم به سوال هشتم، سوالی که دیگه پی پی ام وارد مسئله ما میشه. خب گفتیم که پی پی ام توی غلظت بوده، درصد جرمی توی غلظته، ولی ما چرا مسائلش آوردیم توی درصد خلوص؟ چون دقیقاً این هم حل میشن. اصلا کلا مفهومشون هم یکیه. درصد خلوص یعنی چی؟ یعنی مقدار خالص یک ماده توی 100 گرم. درصد جرمی چی؟ یعنی مقدار خالص اون ماده توی 100 گرم. پی پی ام چی؟ یعنی مقدار خالص اون ماده توی 10 6 گرم. دقیقاً یک مفهوم رو دارن میرسونن. پس مسائلشون هم به یک صورت حل میشه. بریم حل کنیم. گفته 10 گرم از سدیم هیدروکسید. اول واکنش رو موازنه کنیم. اگه ما به
FeCl3 ضریب 1 بدیم، اینجا Fe ضریب 1 میگیره، اکسیژن یه دونه است، این هم ضریب 1 میگیره، سدیم هم یه دونه است، ببخشید اکسیژن 3 تا ضریب 3 میگیره، سدیم 3 تاست، اینم ضریب 3 میگیره، Cl3 هم 3 تاست. بله موازنه شد. خیلی خوب، میگه 10 گرم محلول سدیم هیدروکسید. سدیم هیدروکسید ضریب ضرب در جرم مولی میاد پایین. 10 گرم سدیم هیدروکسید ضرب داره غلظتش یا درصد خلوصش 120 ppm، 120 به روی 10 به توان 6. متوجه شدید؟ با چند مول فریک اسید ضریب x به طور کامل واکنش میدهد. خیلی خوب، به همین سادگی عبارت های روبرو رو در هم ضرب کن. x ضرب داره 3 ضرب داره 40 مساوی است با 120 ضرب داره 10 ضرب داره به روی 10 به توان 6. 3 40 تا 120 تا خط میخوره، اینم به این میشه 10 به توان 5. چیزی که میمونه x مساوی به 10 به توان منفی 5 گزینه سوم. به همین سادگی. بریم سراغ سوال نهم. میگه اگر غلظت سدیم سولفات در یک نمونه آب برابر 1 ppm باشد، سدیم سولفات در 1.42 صدم تن از این نمونه آب چند مول یون سدیم وجود دارد. نکنید شما باید معادله تفکیک رو بلد باشین. اصلا این جزء درس شیمی شما هست. شما باید این معادله تفکیک رو همگی بلد باشین. یعنی چی؟ یعنی داره میگه غلظت سدیم سولفات Na2SO4 وقتی حل میشه، چه اسی نوشتم ولش کن مهم نیست، 2 تا Na مثبت به من میده به اضافه SO4 دوبار منفی. خیلی خوب، گفته غلظت سدیم سولفات درگیره در یک موج چند مول یون سدیم، با یون سدیم درگیره. سدیم سولفات چی آورده؟ گفته غلظتش 1 میلیگرم در 1.42 تن جرمش اومده. سدیم سولفات ضریب ضرب در جرم مولی میاد پایین. گفتیم SO4 چنده؟ 96. SO4 96 هستش. با 46 به اضافه 96 با هم میشن 142 مرتبه. 142 مرتبه میگم گرم. 142 چند؟ گفته 1.42 صدم تن ضرب در درصد خلوصش هم 1 ppm تن دیگه، ضرب در 10 به توان 6 باید بکنیم، گرم باید بیاد. درصد خلوصش هم 1 ppm. گفته چند مول یون سدیم لازمه، ضریب میاد و x. اصلا همه با هم ساده میشه، این با این ساده میشه، این با این میمونه، این هم با این ساده میشه. چی میمونه؟ x مساوی است با 2 x مساوی است با 2 صدم و گزینه 2 جواب این سوال.